عباس اشتنی؟ ناراض اشتنی که خوشحالم بخیر. سلامتی. شکر زنده باشین سلامت باشین. من میرفتم رو به صحرا. پیار کجا؟ به خونه ام. عباس پیار تو ما 5 بیج گندم رکدی 5 بیج گندم 60 من میشه. حق ما بادری 60 من شده. یار لار رمضان یک گپی بگون شاید به سر شما بعدم بخوره. شما شکر خوب بکشین که 60 من حق شما شد. ما شکر بکشین که 60 من حق ما شده. ها چه گپایی میزنی؟ بعد نگردین لار رمضان که از گیو ما دنبه نرسیده. سه جریب زمینش به شما هنوز از گیو دنبه نرسیده. این چی رقمه؟ این چی حالته؟ چه کاره ای؟ باور کنین لار رمضان دیشب پیار اختلاط نکردم. چی اختلاط کردم؟ فرموز از زحمت کشیدین رنج بردیم آخرم از گیو با ما دنبه نرسید. به شما اگه دوم نرسید تمام این مردم به زنا گو نسبه برسید به شما اگه دوم برسید و هم نرسید اگه دوم بیو تا اون فایده خوردار دیگه انسان هم میتونه دیگه چیکار کنه. عباس پیار تو به کجای که من خودی رو گپ زنم اگه سیکو برو به پیار خوب بگو اگه نمیتونیم کشتمندی کرده حمال زمینا ما تحویل دین که ما کشتمند دیگه پیدا کنم. شما سر شما زمین وا میشه یا نمیشه؟ یک سال فادی یک سال تا اون یه دیگه سر شما یک وا میشه همین اگه به ما دوم بنامون دیر با پیار تو مادر تو بخوام مطالعه تیار کردم راست میگن دیگه از گه اون چی دوم نمونده دیگه صحیحه دیگه تمام این مردم همه صاحب گو بو شدن شما نشدین گندم کم نه دیگه 60 من گندم به 3 جریب زمین خیلی تمام خلق عالم برو پرسان که بگو 60 من گندم خیلی به 3 جریب نه شما از اون خشونت پیش میره میگین اگه نمیتونید زمینا راست میگم نمیتونیم کشت خود نتونستیم دیگه خود صحیح خوبه گه پینیه بفهمیدی من میرم پا به خانواده خود میگم با ما هم اگه دوم بنرسی بیا از این نرسی باز شما مشکل چیزی داشتین خود پیار ما گپ زدین روزی اوله توبه کردی به ماله این روزی اوله توبه کردی به ماله از بالا میای کوچه به جان جور باشه بچه بادار ما اشتنیگی یعنی زمان اصل خیلیت جنجل تیار هستی یعنی این چی گفت که با برار تو عباس به دست برار منوازی نشیت که کارگاه دوم به ما نرسیده اشته نرسیده نه ما بابا من دیشب گفتم اگه دوم به ما نرسیده اشتنگی لگه بو زمینه هر سال کشتمندی به دست شماره همونا شما میکنه ما را میشه شما را میشه با امسال اصلا تو برو اصلا تو گپ برار ما عباس گوش نکش تو برو ازم تمام این مردم غریه با پشت بگو مردم غریه امسال ازم گو دوم بیا پاچه که به شما برسیده حالا آدم که زحمت کشه هیچی نداره به کی دوم به گو رسیده بابا با 100 تا برسیده گیلک را گپی الان کن میشه که من یک که به توی جگاه شاهد بیارم حالی تو هم با من مثل خاله به زلیخا گپا بردم قدیمه میگی راحت از این خاله تو زلیخا چی گفته؟ بو هم به تو کاری میشه بگه اگه دوم به نرسی خود نرسی به لحد کنرسی نرسی به قبرستون کنرسی برار خود بگردم همه نفر که اگه دوم بزو برسیده کدی گو دوم برسیده بزو بگو که ما بگم تو چی میگی؟ تو میگی تو اصلا آخر و اول گپ خود میفهمی چی میگی؟ تو میگی که ما چون به مردم همه دوم به گو برسیده هم دوم به گو کجا؟ من یعنی میگم عزیز که زحمت یادم بکشه امکان نداره از این زحمت خود چیزی به بیا عزیز بابا من دیشب خودی عباس بگفتم چی گفتم؟ گفتم عزیز زمینا با ما دوم اگه با ما دوم نه ما این لالا زمینا ما رو بدیم به دست ما بریم بخیر که من فس کنم با تو بگو من میفهم تو چی میگی ما به گپ تو برسیدم نه ما این زمینا رو پس بدیم عباس میگه بابا من کو درس میخونم برادر که شما دارم شما و گلکم یکیم زمینا از اینا بده مردم گوشنی ام 40 سال دیگه پیغام اومد میفهم پیغام نه با عباس بگو 40 سال دیگه درس نخونی مگر گل ماشین و گل خود بفروشی فایده نداره بیا بالا این زمینا زحمت کش که بیشتر حاصل بده بفهمیدی برو اینه بیا همین کشت چیزوار در این گردن من بند باشه ارزنا و کنجتا خلاصه دیگه خود چی خدمت اعظمی ارزنا و کنجتا هم اگه دوم به ما نمیرسه همیته نرسه که 40 سال به ما قبرستان خاک شده اینجا میانی سبزها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا همینجا اگر دومبی به ما نرسیده بیا بریم هرات از گردون به ما نرسیده بیا بریم هرات
بابا ها آن مال به مکشی پی بیده کی بچه بادا چی میگو هیچی بابا مثل که عباس ویر بدیده بیده خب عباس ویر بدیده بیده مچون رمضان دیدی بیده کجیری دیدی بیده خب خیلی نفهمیدم من کجیر گفته که مچون برار تا وردشته با ما گفته گو دوم به ما نرسیده یعنی چه ریته میکنیم چیکار فلان و بهمدان زمینا خود شما ما بدادیم به شما زمینا خود شما مستون شما مردم گندیم هر دم میخزیم میشینیم میگیم گو دوم به ما نرسیده تمام همه مردم همه دنبال گو بزونا برسیده با ما نرسیده ولی بگفتی که اگر دوم نرسیده اگر دوم بیو چی دیگه؟ برای بگفتی اگر دوم به ما نرسیده بگم ولی بگفتی بابا سکنی دیگه سرم چیه؟ چیه؟ دیگه نه چیز نه بپاله سکنی چیه؟ جل میزنه چینیه بابا همین جی بابا میگه همین جی چینیه کو شما به رزینه کو بالا نمیشین بابا همین قسمت سر خب میشه نه دیگه چی بپاله سکنی جل میزنه بابا ها آلی اگه دوم به کی رسیده ببین مله عباس میگفته که اگه دوم به برسیده به هیچ کس نرسیده چی کجی امسال کوکش تمام هم گندم آواز نه کجیر گفته که همه به می مردم ادم به گوی برسیده به شما نه این مطالع قدیم چی میگه که اگه دوم به ما نرسیده یعنی که همین کشمینی که ما شما امسال نکردیم که ما که چی نرسید عقبادا رو بردیم دادیم با ما شما چی نرسید این میگن اگه دوم به ما نرسیدی چی امینه هر چی که میکنم همی علفا پس به سر جا خودش که مثل اشته زمینی هایی سه برابر کنجیتا علف سوز کرده یک ماه ما به تامی زمین سو میکنم علف از این بر میکنم از این بر سبای میبینم پس با خود اختلاط میکنه براد نه اگر نور الله بابر که همی زمین ما دیونه کرده این سال دیگه کشتگانی نمیتونه زحمت داره مونده نباشین جور باشه میشکنی خوبی تیاری سلامتی شما جوره براد گب نگر نه ما شاگلی زمین ها شما بخکول هستن یک آسیل نمیده که به درد بخوره چی رقمه این برکو باز هم خوبه اونجا کار سعی کنی که اصلا سوز نکرده همه زیر درخت که هست آخه تو که بچی دیگو نمیفهمی همه زیر درخت کشت تموس نمیشه یاره ما مشاگلمی کشته که من امسال ندیدم فکر کنم که از گو با ما و شما دوم بیام نخورسید هر چی خوب زحمت کشیم رنج ببریم مگر ببریم به بادری بدیم چیزی هم با ما و شما نمیمونه سایکو کشتمندی یک چیزی هست که همه سالا شوره و ترکتول قیمت شده هرچی ما تبالا خبر داری ما تبالا 2 کیسه شوره به همین کنجد پاش دادم چیز شو نکرده نصفی سز کرده نصفی هم سز نکرده والا ما مشاگل راست چکا کنیم ما دیغونیه دیگه اگه دوم بیام با ما نرسه وظیفی پیار و بابو بابچی مانه مگر همین کشته بکنه با هرچی که جمع کردم از گندم دگه هرچی که جمع کردم که به خونه بادار بردم از ما خیری ندیدم میگم بلکه پناه به خدا از این موشا و همین کنجتایی که بکشتم یک چیزی بریم بس شما مشاگل میشه ان شاء الله اگه می هم نشه که ما درم امسال انگار که هیچ انگار زحمت نکشید باور کن سال من 20-25 هزار روپیه بالا شوره دادم خود دیگه این ترکتول همه دوره گوروندون کنجد خبر داریم من چند خریدم من 500 بخریدم و این از این پاش دادم امید به خدا دیگه زحمت خور که خودی شما میکشیم بلکه پناه به خدا یک چیزی به شما مشاگل شما نمیشم خدا حافظ گندم اینا که از گندم به ما نرسی باشه پناه به خدا همین کنجیتا امید ما اول به خدای دیوم همین کنجیتا یک چیزی بشه زحمت مار بشه